سلام به روی ماهت ستون. چطوری یا نه؟ آقا دیدی یه وقتا بدجوری میری تو کف طرف ولی نمیدونی اونم تو رو میخواد یا نه؟ گیج میزنی، هی فسفس میکنی. نوکرتم. امروز میخوام 11 تا ریزه‌کاری یادت بدم از اونایی که اگه دیدی یعنی طرف خاطرخوات و کارت ردیفه. آخرش هم یه چی میگم که اگه دیدی باید سریع بپیچی به بازی و بیخیال شی. پس شیش دنگ حواست اینجا باشه. شماره 11 کپی پیست خودت. داداش اگه دیدی هر فرمی میشینی اونم همون جوری میشینه یا دستتو تکون میدی اونم تقلیم میکنه، یعنی باهات حال کرده. ناخودآگاه داره اداتو میاد که بگه ما خیلی شبیهیم. شماره 10 بازی با زلف و گیسو. این که دیگه تابلوه. اگه دیدی هی دست میکشه لای موهاشو غیر و فر میاد، یعنی داره خودشو برات خوشگل میکنه، میخواد تو دلت جا باز کنه مشتی. شماره 9 چشم تو چشم شدن. خانوم ها الکی رو کسی زوم نمی کنن. اگه بیشتر از 2-3 ثانیه زل زد تو تخم چشمات، یعنی بد جور به دلش نشستی، شک نکن. شماره 8 میاد جلو چشمت. اگه دیدی هر جا میری اینم میاد یه جایی وای میسته که دقیق ببینیش، یعنی منتظر تو بری جلو و سر حرفو باز کنی. داره بهت آمار میده نگیری باختی. شماره 7 میاد تو حریمت. آقا حواست به فاصله باشه. اگه اومد چسبید بهت یا فاصله شد کمتر از 1 متر، یعنی دلش حرفای خصوصی میخواد. اگه اومد نزدیکتر که دیگه مبارکه. شماره 6 نفسش حبس میشه. شاید باورت نشه ولی وقتی هیجان دیدن تو میره بالا، سوراخ‌های بینی یکم باز میشه. این یعنی گاردش جلوت اومده پایین و تپش قلب گرفته. شماره 5 لب و لوچه. اگه وسط گپ زدن نس کشید رو لبش یا یهو رژ لبشو تازه کرد، یعنی داداش حواستو بده به لبای من. این دیگه رسما سیگنال مثبت 18 است. شماره 4 جهت کفش ها. اینو یاد بگیر، به دردت میخوره. اگه داره میخنده ولی نوک پاهاش سمت دره، یعنی میخواد بپیچه بره. اما اگه نوک کفشش سمت توه، یعنی میخکوب تو شده و جنب و خور نیست. شماره 3 برق چشماش. اگه دیدی مردمک چشماش گشاد شده یا زیر چشمی و دزدکی نگات میکنه، یعنی تیرت به هدف خورده سالار. شماره 2 گردن کشی. نه اونجوری. منظورم اینه اگه موهاشو داد کنار و گردنشو بهت نشون داد، یعنی تسلیم مرامت شده. گردن جای حساسیه. وقتی نشونت میده یعنی بهت اعتماد داره. شماره 1 دست زدن. این دیگه ته داستانه. اگه دستش خورد به دستت یا موقع خنده بازوتو گرفت، تموم آقا. طرف رسما عاشقت شده. دیگه ناز نکن، برو تو کارش. واستا یه چی هست که حکم ترمز دستیو داره. دست به سینه وایستادن. اگه دیدی اخماش تو همه و دستشو سفت قفل کرده جلو سینش، یعنی یا حال نکرده یا کلاً بی‌اعصابه. اینجا دیگه سیریش نشد داداش من. احترام خودتو نگه دار و بیخیال شو. زورکی که نیست. دمت گرم که تا اینجا بودی. کدوم یکی از اینا رو دیدی تا حالا؟ تو کامنت ها بگو ببینیم دنیا دست کیه. لایک و سابسکرایب هم یادت نره که خیلی مخلصیم. عزت زیاد.